در رابطه با اونس جهانی طلا یه مقداری وضعیت پیچیده‌تر هست، به دلیل اینکه ما در یک گام حرکتی مثبت بودیم که تکمیل شده و برای اینکه بخوایم اون سقف رو رد بکنیم و یک گام حرکتی جدید رو آغاز بکنیم توی بازار، نیاز داریم که یک انرژی، یک نقدینگی توی بازار جمع آوری بشه که ما هنوز یک همچین شواهدی رو توی بازار نمی‌بینیم. بنابراین گرفتن حرکت‌های صعودی ریسک داره. از طرفی هم ما چون نزدیک هستیم به سطح حمایتی $4000، گرفتن موقعیت‌های فروش هم میتونه برای ما ریسک داشته باشه. بنابراین وضعیت بازار میتونیم بگیم که یه مقدار مبهم و با ریسک بالا هست، بنابراین نیاز داریم که یه مقداری زمان بگذره. اما در مجموع اگر بخوایم از نظر نموداری بررسیش بکنیم، گفتیم که فعلا انتظار یک رنج حرکتی رو داریم، یعنی اگر به سمت بالا بره انتظار داریم که اصلاح بکنه، اگر به سمت پایین بیاد به سمت بالا حرکت بکنه، یعنی یک روند خاصی رو توی بازار نبینیم. اما اون چیزی که ما در نزدیکی نمودار میبینیم این مجموعه نقدینگی هست که اینجا شکل گرفته. بنابراین بازار میتونه به این سمت حرکت بکنه که بخواد این نقدینگی رو جمع آوری بکنه. اما حرکت هایی که توی بازار خواهیم داشت اگر خبر جدید نیاد حرکت های کندی خواهد بود و انتظار داریم که بازار برای اینکه بخواد یک حرکت سریع رو انجام بده بخواد به سمت این کف حرکت بکنه و از اینجا بخواد حرکت خودش رو انجام بده، یک حرکت سریع توی بازار شکل بگیره. در غیر اون صورت اگر ما شاهد این باشیم که از همینجا داریم به سمت بالا حرکت میکنیم، احتمال این که از اینجا ما یک حرکت اصلاحی رو توی بازار ببینیم زیاد هست. بنابراین برای بررسی اونس جهانی طلا فعلا صبر میکنیم تا داده‌های جدید توی روز دوشنبه بازگشایی بازار دیده بشه که بتونیم مسیر بهتر رو شناسایی بکنیم. اما در مجموع وضعیت بنیادی همچنان از افزایش قیمت ها حمایت میکنه، مگر اینکه ما شاهد این باشیم که فدرال رزرو تصمیم گیریش بخواد شرایطی رو ایجاد بکنه که بازار طلا رو هم به سمت پایین بیاره. اما در کل میتونیم بگیم که نگاه ما با این که فعلا از نظر نمودار خنثی هست، ولی دنبال این هستیم ببینیم ما یا موقعیت مناسبی برای خرید برای ما ایجاد خواهد شد یا خیر.